حمد به حد و ثنای به عداد، مر خداوند را که نور ایمان داد. غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسول که هست صاحب ذوالطاعت. نام پاکش محمدی عربی است، راهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و خاندان مبارک. ما و شما اکی خدا پاک بالتا باید و توی این میرشون از صمیم قلب انشاءالله خدا قد تبریک و مبارک باد میگویم. چلی که پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم و بزرگان اسلام در حق داماد و عروس که دعاهای کردن، ما هم انشاءالله این دعا را میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. پروردگارا محبت پیدا نما بین این دو نوجوان، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین آدم علیه السلام و ما حوا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. خداوندا محبت پیدا نما بین این دو نوجوان و آن محبتی که پیدا کرده بودی بین یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجه الکبری. ای پاک و پروردگار ذات یکتا، بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین محمد مصطفى و خدیجه الکبری. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا پیدا کرده بودی خداوند بین آنها محبت پیدا نما. در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خداوند کرامت نما. خدا سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان بر ما و شما تعلیم میدهد که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خداوندا برای ما حبکم زنهای صالحه و از صالحگی او فرزندهای صالح، که از صالح بودن فرزندها چشمهای ما روشن، دلهای ما خرسندی پیدا شود و بگردان ما را از امامان متقی. الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن عظیم و شان برای ما شما التماس میکند که در دیگر جای قرآن میگه ربی هب لی من لدنک ذریة طیبه. خداوندا از نزد خودت، از خزائن غیب خودت برای ما بچیکای صالح مثل محمد صلی الله علیه وسلم، مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل علی خداوندا پیدا. خداوندا برای ما دختران مثل بیبی فاطمه، مثل بیبی سارا، مثل بیبی مریم، مثل عایشه و خدیجه خداوندا پیدا نما. هر روز دعا کنین انشاءالله خدا خد. هر روز انشاءالله این دعاها را نمانین، هر ساعت هر دم، چون که فرزند علامتی است. دادن فرزند در دستی بنده نیست، در دستی قدرتی بنده نیست، در دستی الله است که الله در سوره شورا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما هستیم که برای شما فرزند پسر و ما هستیم که برای شما فرزند دختر و ما هستیم که برای شما هم پسر هم دختر دوگونی و ما هستیم که شما را در دنیا به نسل آفریدیم. خدا از به نسل نشدن نگه دارد. هر روز دعا کنین، هر لحظه انشاءالله خدا خواهد و یک صلوات محمدی صحبت آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
صلی علی محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد این مجلسی خدایی مبارک کن مبارک زندگیتون بهاریم سراسر و شادیم یا ربی کن تو یاری پیوندشان مبارک صلوات بر محمد صلوات بر محمد این مجلسی خدایی مبارک کن مبارک زندگیتون بهاریم سرسار و شور و شادیم یا ربی کن تو یاری پیوندشان مبارک این مجلسی خدا داد مبارک چون مبارک صلوات بر محمد صلوات بر محمد اللهم صل و سلم و بارک مزید علی رسول الله و آله الاطهار علی رسول الله و آله الاطهار